چه گربه باحالیه. آخه این زمان فکر کنم برمیگرده به دوره‌ای که اصلا تکنولوژی اینا نبوده، با این دوربینای سیاه‌سفید قشنگ عکس می‌گرفتن. و چه دوران خوبی بوده قشنگ. نه تکنولوژی بوده، همه دور هم دیگه بودن با نام به هم دیگه. احساس می‌کنم آرامششون بیشتر بوده، تمرکزشون بیشتر بوده. اگه یه قدرتی داشتم دوست داشتم به زمان برگردم، یه روزم شده همچین چیزی رو تجربه کنم. تا چنده؟ 6 ساعت 10 شد. برم بگیرم بخوابم. شت. خب روز از نو، روزی از نو. بریم یه روز خوب رو شروع کنیم. گوشیم هم شارژ داره فکر کنم. ببینم چه گوشیم روشن نمیشه. فکر کنم باز این خراب شد. یک گوشیم رو چک کنم. اینم خرابه. وات؟ ساعتم چرا کار نمیکنه؟ چرا خاموش شده این؟ من تازه باتری اینو عوض کردم. عجیبه. ساعتم کار میکنه ولی بعد دستگاه دیجیتالم کار نمیکنن. نکنه که نه صدای نوتیفیکیشن بود، نه نور صفحه نمایش توی صورتم میتاب. یه حس عجیب، یه سکوت غیر عادی. با خودم گفتم همین حالا فهمیدم امروز یه روز عادی نیست. چند دقیقه فقط نشستم فکر کردم به همه اون لحظه‌هایی که توی صفحه ها گم شدم، به حرفایی که فقط تایپشون کردم ولی هیچ وقت حسشون نکردم. و آخرش گفتم بذار ببینم یه روز بدون تکنولوژی چه شکلیه. یو بزنگم خوش اومدید. من دیاکام و امروز اومدیم با یه چالش دیگه. تو این چالش قرار امروز 24 ساعت بدون تکنولوژی، یعنی بدون گوشی، بدون اینترنت و بدون هر چیزی که تو این 50 سال گذشته اختراع شده. میخوایم برگردیم به 50 سال پیش و ببینیم چجوری مردم زندگی می‌کردن. الان تو انسان اینجوریه که با چه زندگی خوب و شیرین داشتن، چند کنار هم بودن، ولی بدیاشو هیچ واسه نمیگه. بس ما تو این ویدیو می‌خوایم بفهمیم. فقط قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم حتما لایک کنید، ساب کنید و کامنت بذارید. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. Let's go. خب اگه میخوایم تم گذشته رو داشته باشیم بدون تکنولوژی، با یه تیپی هم که بزنیم که به این سال بخوره، سال 1975. پس بریم که یه تیپ کلاسیک خوشگل بزنیم. Let's go. بریم موامون رو یه درست کنیم و بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب دوستان اومدیم بیرون. گوشی و تمام چیز الکترونیکی اون خونه است به جز این میکروفون که باید باشه که صدامو ضبط کنم دیگه نمیشه. الان باید نمیتونیم از ماشین خاصی استفاده کنیم، نه چیزی. قطارها چیزی بودن که سال 1975 استفاده میشدن و وسیله بودن که دیگه اون موقع رایج بود. بس میدونیم استفاده کنیم ازشون. همین هم یه دونشون داره میره. بهشم نمیرسیم، باید وایسیم تا بعدی بیاد. بریم لیتس گو. خب دوستان مثل این که قطار متاسفانه دیر اومدیم، رفت تا یه ساعت دیگه هم نمیاد. اگه همینو مثلا با پا برم زودتر میرسم تا یه ساعت وایسم تا قطار بیاد. نمیدونم چرا امروز نرمال هر 5 دقیقه یه بار میومد، حالا ما امروز خواستیم ویدیو بگیریم نمیاد، خراب شده مثل اینکه. و داشتم به این فکر می‌کردم قدیما که هندزفری نبوده و فقط با رادیو گوش میدن چیکار میکردن. بعد بگم خودشون میخوندن دیگه. پس گفتم بذار براتون بخونم. خوله این بچه. بذار بریم. آدم دور بر نباشه آبروم بره دیگه. چی میخوندن مثلا؟ آهنگای قدیمی چی بود واسه؟ زن ایرونی تکه خوشگل و بالمکه. زن ایرونی از اینا میخواستم سوارشم. از اینا میخواستم سوارشم رو با اون بر میره. من رو به یه طرف دیگه شهر برم. خب بچه ها متاسفانه به یه دورایی خوردم، نمیدونم کدوم برم. یعنی از یه سمت میشه اینجا میشه، از سمت دیگه هم میشه اونجا. و به یه دورایی خوردم، اسم خیابوناشون هم یکیه و من تا این مسیر رو با پا نیومده بودم. اوه
همش هم با قطع بود که امروز متاسفانه خراب بود. متاسفانه گوگل تکنولوژی هم نمیتونیم استفاده کنیم. مپی هم که مپ کاغذیه که دارم هم اینجا اصلا نشون نمیده، اصلا اینجا نزده. فکر کنم مستقیم بریم دیگه ببینیم چی میشه. خستم، گرمه. چی پیدا کردم؟ تلفن قدیمی. به 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 به، تلفن‌های قدیمی شکسته. بابا من میخواستم زنگ بزنم. دیگه پیدا کنم. یه دونه تلفن قدیمی پیدا کردیم، تلفن‌های عمومی که اومدیم زنگ بزنیم که اونم خراب بود. الان من چجوری خبر بدم؟ تو خراب کردی. دوست آشنا بکشم تو ویدیو نمیشه. میشه دیگه. نه تلفن بریم در جستجوی تلفن عمومی که سالمه. میخوام زنگ بزنم به مادرم ببینم اصلا چند سنتی میخوری. 30 سنت پا بندازیم. بندازم. الو. جواب نمیده. بعید بدونم این شماره ناشناس رو جواب بدن، ولی واقعا یه حس خیلی نوستالژی قدیمی داره. قشنگ بو خیلی حس جالبی داره و متأسفانه بذار ما یه دیالوگی داشته باشیم. سلام ننه، پسرت بی تکنولوژی شد. خواستم بگم دیگه بر نمیگردم خونه. قیصر بود کی بود؟ آره دیگه خیلی حس خوبیه. بریم نامه بنویسیم. let's go. خب بچه‌ها داشتم راه میرفتم از رو همون پله و دیدم که کل مسیر رو اشتباه اومدم. یعنی بدون گوگل مپ من یه آدم بی مغز، یعنی مگه میشه کلم یه طرف دیگه شه؟ اصلا اومدم کنار آب، قرار بود برم مرکز شهر، کارام مونده. بگم با الان یه نقشه خوب برای خودم طراحی کنم که کل شهر. بریم یه نقشه طراحی کنیم با هم. خب دوستان با اینکه قطار پیدا نکردیم و اینا کلا اومدیم یه قسمت دیگه‌اش اشتباه کردم راه رفتم، یعنی همین یه ساعت که الان راه رفتم همونو وای میستادم الان مرکز شهر بودم. الان دیدیم به خاطر نقشه‌های قدیمی و اینا من تقصیر نقشه بود، بگم من شهر مثل کپیل است بعد متأسفانه نقشه برم. الان میخوام یه نقشه خوب طراحی کنم که کفتون ببره. یه حدود نیم ساعت وقت می‌خوام. شما هم حدس بزنید نقشه‌ام خوب میشه یا نه. خودکارم نمی‌نویسه ای خدا. فقط سطح آمادگی من برای ویدیو. من بیا اینجا. خودکار جان. خودکار جان. یه نقشه براتون طراحی کنم که کل این استار فرا بگیره. چی میگی؟ همه از این استفاده دیگه گوگل مپ رو میذارن کنار کلا. بریم شروع کنیم. 2 hours later. فقط مشکل اینجاست که آهنگ نیست، اصلا آدم حال نمیکنه. بذار خودم براتون میخونم. میگه بگردم مدیاد شمس الاماره، بگردم مدیاد شمس الاماره، همون جایی که دلبر خونه داره. امیدوارم درست بخونم. سلام اومد در وای ای حبیب من، ای حشره من، بیا برو گمشا. لای 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 لای. آخه بگو دیوانه یوتیوب کار میکنی؟ تو رو چه به یوتیوب؟ خدایی چه نقشه کشیدم. یکم دیگهش مونده، یکم دیگه. چه هواییه. خب این نقشه‌ای که من الان طراحی کردم آماده این. اول بهش یه ریت بدین تو کامنت ها. اول ببینیم بعد ریت بدین. خب ما اینجاییم الان و برسیم اینجا. ما از این میدون میریم اینجا. میدون رو منظورم راهه. همینو میریم مستقیم میریم یه گردالیه اینجا میدونه. اینجوری میریم همینو میریم بالا. اینجا چند تا راهگذراهای مختلف داره. همینو من چرا به اینجا راه نکشیدم. بعد میریم میرسیم اینجا. نقشه عالی. نقشه رو اینو بزنین تو هر جایی ویو میلیونی میگیره. قول میدم. خب میخوام این رفیقامم یه نامه بنویسم به چند تاشون، چون شمارهشون رو حفظ نیستم و شمارهشون تو گوشیمه با خودم نیاوردم امروز کنم بدون تکنولوژی. ما براشون چند تا نامه بنویسم. سلام خیلی محبت آمیز. سلام کرخر خیلی وقت است که ازت خبری ندارم. خیلی وقت است یعنی همین امروز. خب ما با هر روز با هم دیگه صحبت کنیم، مگه میشه نکنیم؟ اینجا تهران، یعنی شهر. نه ببخشید داشت آهنگو
من میگم آدمو تک‌بعدی ام. تکنولوژی ندارم ولی به یادت بودم 20 ساله از طرف بهترین آدم دنیا دیاکو. خط تو ببینید چه خط قشنگی داره. فارسی نمیشم بکنم شما جوهاد دوربین بد ببینید چه آهی گشت دارم. خب بریم برای رفیق بعدیمون. سلام بز کوهی آتنا. من تکنولوژی ندارم ولی دوست داشتم تو را مسخره کنم از طرف بهترین آدم دنیا. بذاری انجام براتون بزنم. چرا اینجوری شد ببخشید. بریم که پستشون کنیم. نه پستشون نمی کنیم چون بخوایم 3 روز دیگه بذاریم. این نامه رو همینجا اگه ویدیو رو میبینید برای شما دوتا امیرعلی آتنا. بریم که برامون ادامه بدیم کار داریم. یکم شب بریم کنار بشینیم و لتس گو. خب بچه‌ها یکم حوصله‌ام سر رفت تو خسته شده بودم. نه آهنگی میتونم گوش بدم نه برم تو اینستاگرام بگردم و ریلز ببینم. گفتم چیکار کنم بازی سنتی رو بازی کنم. یه بازیه که تو اسکوید گیم من فکر کنم دیده باشید. اینجوریه دقیقاً. سنگا رو زمین، سنگا هارت مثلا فکر کنم رو زمینه. اینجوری قشنگ اینجوری با رو دست که خیلی سخته. و وقتی 4 تا رو دست قرار گیره باید بندازی بالا و بگیری. اینجوریه. بریم اولیو بریم. اولیش این دومیش اینو بذاریم اینجا. شت. بریم. من میتونم. من سلطان این بازیم. اولیش دومی بزنیم تو. دوتا. شت. من اینو امروز انجام بدم. سنگم گم شد. یه سنگ دیگه برمی‌داریم. مشکل نداره. خب سنگ اول افتاد. 1 ثانیه به من وقت بدین. دومی این یکم بزرگه. سنگ رو عوض کنیم. این دیگه میشه. چقدر لباس من به هم ریخته است ببخشید. نزدیک بخور تو گوشیم. خب اینم از این. بریم بالا. پیک اولیش. چرا نمیشه این دیگه میشه. آقا این نشد من دیگه دست به این بازی نمیزنم. برو یه شانسی. 1 ثانیه. یادم رو 1 ثانیه بازیش چیه. ای بابا این احساس میکنم تمرکز ندارم. بی خود ادا در نیار. مثلا 1 ثانیه من صحبت نمیکنم. یا با آهنگ هایده بریم. هایده چیه؟ بابا یادم باز بذار من پیش رو میرم. مثلا من میفهمم اون چه انرژی رو داره تحمل میکنه. باز منو دید جیغش در اومد. تو اینقدر دیپرسم بود و وینچسترم هم رو بود. قشنگ خورد تو دوربین. دوربین ترکید. بریم. آخرینشه دیگه شد نشد. آخرینشه اون حساب نبود. دیگه یه دونه نمیتونم بگیرم. یکی آقا بیاین گلیاپوش بازی کنیم اصلا. بیاین گلیاپوش. تو کامنت ها حدس بزنین. کدومه؟ تو کامنت ها بزنین. اینی که تتو داره اینی که تتو نداره. چون بگم راست و چپ بگین شاید اشتباه بگین دیگه. اینجوری هم میکنم براتون. تو کدومه؟ تو کامنت ها بنویسین. تا 5 ثانیه دیگه. 1 2 3 4 5. تو یه شانس دیگه. تمام. بریم به کارمون برسیم. لیتس گو. خب دوستان من رسیدم مرکز تو این شرکت کار داشتم. رفتم کارمو انجام دادم.
گفت گوشی تو بده، میخوایم یه اسکن روش انجام بدیم. گفتم ندارم. بعد گفت کارت بانکی تو بده، بازم گفتم ندارم. بعد گفت از عهد بوق اومدی؟ گفتم بله، امروز قرار عهد بوقی زندگی کنیم بدون تکنولوژی. خوش برام انجام داد. دمش گرم. الان مرکز شهریم. پلن اینه که میخوایم بریم پیش مناهای تاریخی و عکسای بابا بزرگانه بگیریم و عکسایی که تو آلبومای فقط بابا بزرگانتون میبینید. خب وقتی 5 روزه با یه عکس اینجوری هم بگیریم. لیتس گو. خب بچه‌ها شما باباش برای سمش ولی وسطش هم اصل دیدیم. یعنی واقعا برگشتیم به اون دوره. نگاهش می‌کنیم. چقدر باحالن. چقدر خوبه اینا. بچه‌ها اصلا بیافتیم. اینم نمای تاریخی میتونم جلوی اینم یه عکس خوب بگیرم ولی بریم جلوتر چیزای بهتر است. خب بچه‌ها نما رو پیدا کردیم. قرار جلوی این عکس پدر بزرگانه بگیریم. آقای ادیتور هم قرار از ما عکس بگیرن. آقای ادیتور آماده ای؟ نه. آقای ادیتور دیگه الاناس منو فروشم بده دیگه. عکس اولو میگیریم. عکس اول چطوره؟ اینجوری میشستن. اینجوری میشستن. دقیقاً همینجوری. اینجوری. یه دونش چطور بود قبلا؟ اینجوری هم یه عکس اینجوری. یه پوزهای مختلف. میدونی اینجوری هم میشستن خمره‌ای و اینجوری هم اونطرف نگاه میکردن. اینجوری اینجوری. این هم از عکس‌های سمی و قربان شما. بریم جلوتر ببینیم چه خبره. خب بچه‌ها مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. روز عجیبی بود. اگه بخوام یه جنبندی کلی انجام بدم این بود که گوشی واقعا تمرکز ما رو میگیره، شاید از وقت آرامش ما رو میگیره، ولی واقعا من نمیتونم تو دنیایی که بدون گوشی و هندز فری و اینا زندگی کنم. بدون آهنگ نمیشه زندگی کرد واقعا. همه‌شو میشه تموم که بدون آهنگ نمیشه. بس تجربه جالبی بود ولی من دوست ندارم به اون دوران برگردم حقیقت، ولی سرگرم کننده بود. به نظر من آدم آرامش میگیره. بعضی وقتا گوشی رو بذاری کنار خیلی بهتره. الان حدودای ساعت 9 شب اینجا دیر هوا تاریک میشه. مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که خوشتون اومده بوده باشه و یادتون نره همیشه نور بر تاریکی پیروزه. تا ویدیو بعدی پیس اوت.